امروز یه فیلم خیلی خوب دیدیم که نمیتونم بگم لذت بخش بود. دیدن صحنه ها خیلی سخت بود، خیلی سخت بود. همون جوری که توی خود فیلم هم اشاره شده، هیچ فیلمی نمیتونه اون بار سنگین اون چند روز رو به دنیا نشون بده. واقعا روشنسازیه و همه دنیا باید این فیلم رو ببینن. خیلی عالی بود. ممنونم از دست‌اندرکاران این فیلم. خیلی فیلم عالی بود، تاثیرگذار بود. صرفاً برای سرگرمی نیست، این چیزی که اتفاق افتاده و اکثر مردم لمسش کردن، ولی چنان اختلافی هستش که کسی نمیتونه در سایه وحشت صحبت بکنه. ولی این فیلم به خوبی تونسته بود گوشه‌ای از رنج انسان‌ها، رنج آدم‌ها، رنج هموطنامون و ظلمی که بهشون شده توی چند روز رو نمایش بده. من امیدوارم که همه دنیای فیلم رو ببینن. به هموطنهای خودم پیشنهاد میکنم که حتما این فیلم رو ببینن. و یه ریالیتی کامل بود دیگه و همزاد پنداری و مخاطب مدام یک سیری رو طی می‌کرد و به سمت همینجور پایین و پایین و پایین می اومد، به خاطر اینکه کاملا یه چیز ریالیتی بود و کاملا یک واقعیتی که داشت روایت میشد و این روایتگر بسیار متبحرانه، بسیار زیبا و جا داره تشکر کنم از فیلمنامه‌ای که نوشته شد. روزایی که باید زنده بمونه در تاریخ ما، چون که قهرمانان شاهنامه امروز زندن، امروز دارن برای کشور ما، برای آزادی ما مبارزه میکنن. Harrowing. I think the world needs to see what went on, and I don't think there's enough compassion and understanding and sympathy for the people of Iran. I think there's good people and an awful regime, and Iran needs a regime change, hopefully peacefully. اون چیزی که اتفاق افتاده بود و دوباره به ما یادآوری کرد که یادمون باشه چه اتفاقاتی افتاده و این باعث بشه که این راه رو ما ادامه بدیم. فوق‌العاده بود، اشک همه رو در آورد، ما رو برگردون به اون روزای تلخ